سلام به شما دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری. توی این ویدیو میخوام چند تا نکته در مورد مراحل انجام کار پایان بهتون بگم. اولین قدم این هستش که شما یک موضوع خوب، بروز و کاربردی رو انتخاب بکنید و به همراه مقاله بیس به استادتون ارائه بدید. بعد از اینکه استاد موضوع رو تایید کرد، شما باید از تکراری نبودن اون مطمئن بشید. برای این کار باید به سامانه ایرانداک مراجعه بکنید و گزارش پیشینی پژوهش رو بگیرید. بعد از اینکه فهمیدید موضوعتون تکراری نیست، باید نگارش پروپوزال رو شروع بکنید و بعد از اینکه استاد اصلاحات لازم رو در پروپوزال ارائه داد، شما اون رو باید در گروه دانشگاه مطرح بکنید. اونجا بعد از اینکه تایید رو گرفتید، دیگه میتونید با خیال راحت به نگارش پایان نامه بپردازید. معمولا پایان نامه رو بچه‌ها در 2 مرحله، یعنی مرحله اول انجام فصل 1، 2 و 3 انجام میدن، به استاد ارائه میکنن. استاد اگر تایید کرد میتونن مرحله 4، یعنی فصل 4 و 5 رو نگارش بکنن و اگر هم نه چند تا نکته داشت اونا رو به صورت کامنت برای بچه‌ها میذاری که اونا رو اصلاح بکنن و بعد نگارش 4 و 5 رو انجام بدن. در انتهای کار هم که شما باید کار رو در قالب استانداردی که هر دانشگاهی به شما ارائه میده در اون قالب فایل رو آماده بکنید و بعد از اینکه همانندی رو انجام دادید و مطمئن شدید که کار شما درصد همانندی پایینی داره و همراه اون گزارش باید به دانشگاه ارائه بدید تا تاریخ دفاع رو براتون هماهنگ بکنن. و این نکته هم داشته باشید که اگه میخواید یه دفاع خوب داشته باشید باید حتما یه پاورپوینت حرفه‌ای رو انتخاب بکنید و بعد از جلسه دفاع هم قطعا یه چند تا اصلاح براتون داور و مشاور عزیز میذاره که باید اونها رو انجام بدید و لذت فوق التحصیلی رو تجربه کنید. موفق باشید.